سلام دوستای گلم، من اومدم با یه قصه شنیدنی دیگه. اسمش هست داستان یک گوسفند، دو گوسفند، یه خواب راحت. دختر کوچولوی قصه‌مون شایلا خوابش نمیبره. مامانش بهش میگه گوسفندای جادویی رو بشماره که دارن از یه حصار میپرن. به نظرتون این گوسفندای رنگ رنگی که پر از رویا هستن به شایلا کمک میکنن که خوابش ببره؟ شایلا کوچولو خیلی ورجه ورجه میکرد. چشمای گرد و قشنگش که مثل دکمه های براق بودن بسته نمیشدن. خرگوش عروسکی مورد علاقش که اسمش فلاپی بود رو بغل کرد، ولی حتی موهای نرم فلاپی هم نمیتونست اونو خوابالود کنه. با صدای خسته و خوابالودش گفت مامانی من نمیتونم بخوابم. مامان با لبخندی گرم و صورتی مهربون در نور کم اتاق موهای شایلا رو نوازش کرد و گفت شایلای شیرینم میخوای گوسفند بشماری؟ شایلا با تعجب پرسید گوسفند شمردن؟ این دیگه چیه؟ مامان با صدای آروم و مثل لالایی توضیح داد باید خیال کنی گوسفندای پشمالو دارن از یه حصار کوچولو میپرن و تو دونه دونه اونا رو میشماری. اینجوری چشمات خوابالود میشن و خوابت میبره. شایلا چشماشو محکم بست و گفت باشه و منتظر موند. یهو یه گوسفند پشمالو و بنفش روشن تو ذهنش ظاهر شد که داشت از یه حصار چوبی کوچولو میپرید. گوسفندی که با پشمای فرفریش داشت حبابهای قلبی شکل و براق درست میکرد. شایلا آروم با خودش گفت یه گوسفند. یه گوسفند زرد آفتابی از حصار پرید و پرنده های زیبا دور سرش لالایی میخوندن. شایلا گفت دو گوسفند. یه گوسفند آبی توی یه قایق بادبانی مینیاتوری که بادباناش از نور ماه براق درست شده بود با ملایمت و ظرافت از روی حصار پرید. شایلا گفت سه گوسفند. بعدش یه گوسفند سبز لیمویی روشن از حصار پرید. کرم شبتاب‌های درخشان دورش بودن که مثل ستاره‌های کوچولو چشمک می‌زدن. شایلا شمرد 4 گوسفند. یه گوسفند قرمز صورتی پررنگ از حصار پرید که یه قلمموی بزرگ و نرم دستش بود. داشت ابرهای پشمکی شکل رو تو آسمون خیالی نقاشی می‌کرد. اون گفت 5 گوسفند. حالا یه گوسفند نارنجی مرجانی پشمالو از حصار رد شد. یه تاج گل کوچولو سرش بود، داشت گرد طلایی و براق و دور و برش میپاشید که بوی عسل میداد. شمرد 6 گوسفند. یه گوسفند آبی کبود خیلی راحت از حصار پرید. یه سینی از شیرینی‌های گرم ستاره‌ای شکل دستش بود. اونها بوی رویاهای شیرین میدادند. 7 گوسفند. این بار یه گوسفند سبز زمردی روشن از حصار رد شد. یه تار نقره‌ای کوچولو دستش بود که باهاش یه لالایی نرم و آروم مینواخت. شایلا آروم گفت 8 گوسفند. یه گوسفند نقره‌ای براق از حصار پرید. یه فانوس درخشان کوچولو دستش بود که راه سرزمین رویاها رو با نور گرم و ملایم روشن می‌کرد. در حالی که چشمای شایلا داشت سنگین می‌شد، گفت 9 گوسفند. و در آخر یه گوسفند رنگین کمانی از حصار رد شد و یه ردیف از گرد ستاره‌ای رنگارنگ و براق به جا گذاشت. دختر کوچولوی قصه ما در حالی که خمیازه میکشید آرام زمزمه کرد 10 گوسفند.
خب عزیزای من، گوسفندها همینطور می اومدن، هر کدوم یک کار جادویی و قشنگ می کردن. گوسفندهایی با بالهای کوچولو، گوسفندهایی که کلاههای بامزه داشتن و گوسفندهایی که رازهای شیرین رو زمزمه می کردن. هر کدوم یه رویای جدید و هیجان انگیز با خود داشتن. پلک‌های شایلا سنگین و سنگین تر شد. رنگ‌ها شروع کردن به قاطی شدن. صداها آرومتر شدند و گوسفندها کم کم توی مه ملایم و خوابالود محو شدند. حباب‌های قلبی شکل، خونه پرنده آوازخون، شیرینی‌های ستاره‌ای همه توی یک صدای آروم و خوابالود حل شدند. نفس‌های شایلا آروم و منظم شد. دست کوچولوش روی موهای نرم فلاپی شل شد. وقتی داشت خوابش می‌برد، انگار صدای یک گوسفند دیگر رو شنید. یک گوسفند قهوه‌ای نرم و خوابالود که زمزمه می‌کرد: شب بخیر شایلا. و بالاخره شمردن گوسفندهای رنگی دختر قصه ما رو به خوابی شیرین برد. کوچولوهای من، خوشحال میشم شما هم با شنیدن این قصه ها همراه من باشید.